این دنباله رو ببینید 2 9 20 35 54 الی آخر. اختلاف جملات متوالی این دنباله رو هم ببینید 9 منهای 2 میشه 7 20 منهای 9 میشه 11 35 منهای 20 میشه 15 54 منهای 35 میشه 19 الی آخر. بیایید اختلاف اعداد به دست اومده رو هم به طور متوالی حساب کنیم. 11 منهای 7 میشه 4 15 منهای 11 میشه 4 19 منهای 15 میشه 4 الی آخر. چه اتفاقی افتاد؟ اون دنباله 7 11 15 19 یه دنباله حسابی با قدر نسبت 4 شد. در واقع اون دنباله‌ای که اول کار داشتیم یعنی 2 9 20 35 54 یه نظم خوشگلی پیدا کرد. این که مقادیر مربوط به اختلاف جملات متوالی اون یه دنباله حسابی ساختند و در واقع اختلاف جملات متوالی اون مقدار ثابتی شد. هر وقت به چنین الگویی برخوردید بدونید که دنبالتون از نوع درجه دومه و جمله عمومی اون به فرم tn برابر an2 به اضافه bn به اضافه c هست. میخوایم ضرایب a b و c رو پیدا کنیم تا جمله عمومی دنباله مشخص بشه. دیدیم که از اون دنباله درجه دوم به یه دنباله حسابی و یه مقدار ثابت رسیدیم. توی این مثال مقدار ثابت 4 به دست اومد که به عنوان قدر نسبت اون دنباله حسابی میتونیم d=4 صداش کنیم. نکته ای که در مورد ضریب n2 یعنی a وجود داره اینه که a همیشه نصف اون مقدار ثابته. توی این مثال a برابر میشه با d دوم برابر میشه با 2. بریم سراغ c. نکته ای که در مورد c وجود داره اینه که c برابر با t0 هست. اما t0 چیه؟ در واقع اگه با توجه به نظم دنباله بتونیم به ابتدای دنباله درجه دوم یعنی قبل از t1 یه جمله اضافه کنیم اون میشه t0. برای انجام این کار میریم سراغ اون دنباله حسابی و سعی میکنیم قبل از 7 یه جمله اضافه کنیم. چه عددی به اضافه 4 میشه 7؟ خب 3. حالا بریم سراغ دنباله درجه دوم. چه عددی به اضافه 3 میشه 2؟ خب -1. پس t0 برابر با -1 هست و در نتیجه c برابر با t0 برابر با -1 میشه. تا اینجای کار به چی رسیدیم؟ به tn برابر با 2n2 به اضافه bn منهای 1. فقط ضریب b باقی مونده و البته کارمون برای پیدا کردن b دیگه خیلی راحت شده. به کمک یکی از جملات دنباله این کار انجام میدیم. مثلا از t1 مساوی 2 استفاده میکنیم. یعنی تو جمله عمومی که به دست آوردیم به جای n قرار میدیم 1 و به جای tn قرار میدیم 2. به این رابطه میرسیم. 2 برابر با 2 در 1 به توان 2 به اضافه b در 1 منهای 1. از این رابطه خیلی راحت به دست میاد b برابر با 1 و در نتیجه جمله عمومی دنباله میشه tn برابر با 2n2 به اضافه n منهای 1. حالا بیایید یه جمع‌بندی داشته باشیم. تو دنباله های درجه دوم اختلاف جملات دنباله حسابی و اختلاف جملات مقدار ثابت میسازند. ضریب n2 تو جمله عمومی یعنی a نصف اون مقدار ثابته و c تو جمله عمومی برابر با t0 هست. برای ایجاد t0 اول میریم سراغ اون دنباله حسابی و به ابتدای اون یه جمله اضافه میکنیم. بعد به کمک اون میریم سراغ دنباله درجه دوم و به ابتدای دنباله یعنی قبل از t1 یه جمله اضافه میکنیم که اون میشه t0.
با پیدا کردن آ و سی پیدا کردن بی دیگه آسونه. این کار رو به کمک یکی از جملات دنباله مثلا T1 انجام میدیم.